ملاقات با نخست وزیر پاکستان جلال مآب عمران خان که این سفرم به دعوت اونا صورت گرفته بود، در یک فضای بسیار دوستانه و صمیمی صورت گرفت. صلح در افغانستان، روابط دو جانبه میان دو کشور و همچنان کمک برای افغانستان در عرصه‌های مختلف در این صحبت مطرح شد. نخست وزیر پاکستان یک بار دیگه تکرار کردند که به افغانستان سفر میکنن، آماده هستند افغانستان را در رسیدن به صلح با تمام توان و امکانات کمک و همکاری بکنن و روابط تجارتی و داد و ستد هم میان دو کشور افزایش پیدا بکنه. طرف افغانستان از دعوت نخست وزیر پاکستان برای سفر تشکری کردند و همچنان از حمایت پاکستان از تلاش‌های صلح و تسهیل آغاز مذاکرات قطر و ابراز امیدواری بود که پاکستان در رسیدن به صلح افغانستان را کمک بکنه و در عرصه‌های تجارتی و روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای بتونیم با هم همکاری بکنیم.